خب یه نکته هم من راجع به بسته‌بندی بگم. ببینین شیشه هاتون یه نکته مهمتر الان، این 4 تا شیشه‌ای که می‌بینین روی میزم 4 تا عطر مختلف خنک درجه 1 از لوزی سوئیسه که یکیشون رو قراره تخفیف بذارم. گفتم قراره در آینده تخفیف بذاریم. اگه یادتون باشه من عطرام رو وقتی تخفیف میذارم سالی 2 یا 3 بار نهایتا تخفیف میذارم، نهایتا 3 بار، و فقط روی یک عطر تخفیف میذارم. نمیتونم رو همه کارا تخفیف بذارم چون قیمتام پایینتر از تخفیف خورده همکارام. حتی خلاصه داشتم میگفتم اینو رو لباس خودم طی روزهای مختلف تو هوای گرم مشهد دارم این عطر رو تست میکنم، روی بلاتر و روی دستمال کاغذی جلوی باد فنکوئل هم دارم از اینا تست میگیرم که ببینم موندگاری و پخش کدومشون و تغییر نوت کدومشون از اون یکی بهتره، که همون رو باز نظرسنجی هم اگر بشه تو استوری بذارم، با نظرسنجی براتون تخفیف بذارم، رو تیراژ بالا شارژ کنم که بتونم براتون تخفیف بذارم. خب داشتم میگفتم این طرف این شیشه‌هایی که می‌بینین، شیشه‌های عطرا 50 میل، 30 میل، 15 میل، 100 میلا، همه میاد داخل این جعبه‌ها. داخل این جعبه‌ها میاد که داخل اینا پوشال داره و بعد داخل پلاستیک حبابدار و بگ براتون گذاشته میشه داخل این بسته‌های پستی که به تمیزترین شکل ممکن توسط خودم و همکارایی که اینجا هستن بسته‌بندی میشه و به هیچ عنوان اتفاقی برای شیشتون نمیفته. ما یک دفعه سابقه شکستن داشتیم که من نمیدونم حالا والیبال بازی کرده بودم با بسته چی شده بود، احساس میکنم بیشتر سرد و گرم شده بود بسته که شیشه شکسته بود، وگرنه به این راحتی ها این بسته اتفاقی براش نمیفته که اونم مسئولیتشو ما قبول کردیم، چون بیمه تیپاکس و پست هر دوشون یه مقدار اذیت میکنه. مسئولیتشو ما قبول کردیم، مسئولیت بسته‌تون پای ماه. اینم برای اون دوستان سوء استفاده‌گر بگم که بسته رو برگشت میزنن بدون اینکه پلمپش باز بشه، باید برگشت بخوره. اگر ریخته باشه یا شکسته باشه بسته خیس میشه، برگشت باید بخوره، ما چک کنیم ببینیم واقعا شکسته باشه، بعد مبلغو برگشت میدیم. اینو برای اون دوستان سوء استفاده‌گر گفتم، وگرنه تمام مسئولیت بسته‌تون با ماه و بستم توی محکم ترین شکل و تمیزترین حالت ممکن بدون حتی لک انگشت براتون ارسال میشه.